بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما بینندگان اهل دانش و معرفت. به شبکه پندنامه خوش آمدید. ما رسیدیم به یک حکایت کوتاه دیگر از کتاب شریف گلستان سعدی شیرازی، گلستان آزادگی و عشق و ادب. این حکایت گرچه کوتاه است اما پندهای بلند دارد. حکایت را با هم میخوانیم و کمی هم شرح و تفصیل می دهیم. سعدی می فرماید: یکی از ملوک عرب شنیدم متعلقان دیوان را فرمود که مرسوم فلان را که چندان هست مضاعف کنید. یکی از پادشاهان عرب به مأموران و وزیران گفت که به آن شخص که یک پولی معلوم می دادیم هر ماه، برای مثال 50,000 هر ماه می دادیم، آن را مضاعف کنید، آن را 2 برابر کنید، از ماه بعد به او هر ماه 100,000 بدهید. چرا؟ که ملازم درگاه است و مترصد فرمان، که همیشه آماده فرمان برداری است و کارها را بسیار خوب انجام می دهد و سایر خدمتگزاران به لهو و لعب مشغول و در ادای خدمت متهاون و دیگر خدمتگزاران به کارهای بیهوده مشغول هستند و وقتی دستور می دهیم آن کار را به سستی حرکت می کنند، به سستی پیش می برند. صاحب دلی بشنید و گفت: یک انسانی عارف و خداشناس در آنجا بود و این سخن را شنید که این شخص را چون اهل اجرای فرمان است، اهل آمادگی به انجام فرمان است، حقوقش را 2 برابر کنید و بقیه که کار نمی کنند حقوق و پول اونها را کم کنید. یک خداشناس این را شنید و گفت: علو درجات بندگان به درگاه حق تعالی همین مثال را دارد. گفت: در نزد خدا هم این گونه است. 2 بامداد اگر آید کسی به خدمت شاه، 3 هر آینه در وی کند به لطف نگاه. اگر 2 روز یک شخص بیاید در نزد یک پادشاه و کارهای پادشاه را انجام دهد، روز 3 این پادشاه دیگر به لطف و با نگاه لطف نسبت به او آدم نگاه میکند. امید است پرستندگان مخلص را که ناامید نگردند از آستان اله. کسانی هم که مخلصانه و خالصانه پروردگار را عبادت میکنند، امید است که از نزد پروردگار دست خالی بر نمیگردند. مهتری در قبول فرمان است، ترک فرمان دلیل حرمان است. بزرگی در آنجایی است که تو فرمان بردار باشی. اگر فرمان بردار نباشی، دلیلی محروم بودن تو این است که ترک فرمان کرده ای. مهتری یعنی بزرگی. مهتری در قبول فرمان است، ترک فرمان دلیل حرمان است. هر که سیمای راستان دارد، سر خدمت به آستان دارد. هر که چهره انسانهای صادق را دارد، همان قدر خدمتگزاری مردم است. مردم چرا نسبت به حاکمان ناامید می شوند؟ چون حاکمان دلسوز مردم نیستند، خدمتگزار مردم نیستند، به مردم کمک نمی کنند، دردهای مردم را دوا نمی کنند. برعکس مرضهای مردم را زیاد می کنند. مرضهای اقتصادی، مرضهای کشور، مرضهای دینی، مرضهای دنیوی، مرضهای خانوادگی، مرضهای تحصیلی، تمام اینها را نسبت به مردم بالای مردم می آورند و آبروی یک کشور را در جهان می برند. هر که سیمای راستان دارد، سر خدمت به آستان دارد. هر کسی که در مقام بالا می خواهد قرار بگیرد، منصب بالاتر دارد، باید همان قدر خدمتگزار مردم باشد، سر خدمت به آستان دارد.
و این هم یک حکایت دیگر از باب اول در سیرت پادشاهان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.